أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب صرفی ما و شما 19 باب را گرفتیم از 22 باب صرفی، یا میتونیم بگویم 19 درس ما و شما از این کتاب گرفتیم. و درس امروزه ما و شما درس 20 میتونیم بگوییم که درس باب 20 یا درس 20 در صحیفه 14. هر کسی که این کتاب را دارد در صحیفه 14 عنوان گذاری شده است که الباب العشرون، الباب العشرون یعنی باب 20 از 22 باب صرفی. پس بنده اینجا همچنین این کلمه را نوشته کردم که الباب العشرون، باب 20 از 22 باب صرفی. و فراموش نشود که باب 20 از 4 تقسیمی که ما و شما 22 باب را 4 تقسیم گردانده بودیم، گفتیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. این تقسیم بندی باید همیشه در یاد شما باشد. 6 باب اول ثلاثی مجرد بود و 12 بابش رباعی ثلاثی مزید است و 1 باب درس گذشته که خلاصش کردیم رباعی مجرد بود و 3 بابش که رباعی مزید هستند، رباعی مزید. این 3 باب رباعی مزید. پس حالا ما و شما از این 3 یکمش را شروع میکنیم که میشود باب 20 از 22 باب صرفی و باب 1 از باب رباعی مزید. باب رباعی مزید باب 1 میشود، این باب 20. پس این را در ذهنتان داشته باشید. و همچنین فراموش نشود که باب رباعی مزید به مثل باب ثلاثی مزید که به 3 قسم تقسیم میشد، باب رباعی مزید هم به 2 قسم تقسیم می شود. به 2 قسم تقسیم می شود. 1 باب هست که 1 حرف زیادتی دارد، 1 حرف زیادتی دارد و 2 بابش 2 حرفی زیادتی دارد. 2 بابش زیادتی دارد. دقت بتید، یعنی که از این 3 باب 1 بابش در 1 حرف زیاد می شود، 1 حرف زایده است و 4 حرف اصلی است. و در باب دوم و سوم این یعنی 2 باب دیگرش در 2 حرفی زاید می شود که 2 تا حرفی زیادی است و 4 تا حرفی اصلی است که انشاءالله اینها را درس آینده خواهیم خواند. پس این معلومات را در ذهنتان داشته باشید که رباعی مزید به 2 قسم تقسیم می شود. 1 بابش 1 حرف زیادتی دارد و 2 بابش 2 حرف زیادتی دارد. اکنون باب 20 باب 20 از 22 باب صرفی یا باب 1 از باب رباعی مزید که در این باب حرف زیادتی هست. هر کدامت که بدان را خوب فهمیده باشید، در صورت تا امروز خوب از خود کردگی که باشه، دیگر دیدن برابر میدونید که حرف زیادتیش کدام است. خب صاحب کتاب میگوید که الباب العشرون در صفحه 14 که الباب العشرون یعنی باب 20 از 22 باب صرفی و باب 1 از باب رباعی مزید. وزنه ترازویش تفعلل یتفعلل تفعللن هست. پس این ترازو است. این ترازوی است که ما با این کلمه ها را میکشیم. گفتیم در بدان گفتیم که میزان کلام عرب فا و عین در رباعی 2 لام هست. پس فا و عین 2 لام اصلی هستند و در اینجا زیاده یک حرفی چی بوده است؟ دیگه خودش عیان شد که حرف ت حرفی زایده است در اولش. یک حرف زیادتی دارد، خلاص
زیرا که ما گفتیم سه باب رباعی مزید یک تاش یک حرف زیادتی دارد، همین است که یک ت زیادتی دارد. وقتی در ترازو ت حرف زیادتی باشد، در موزون کلمه ای که هم وزن ترازوی ما و شماست که تدحرج، این تش حرف چی بوده است؟ حرف زایده بوده است، حرف زیادتی. تدحرج یتدحرج تدحرجن، تدحرجن. تدحرج یعنی غلطید یا جر شد. یتدحرج جر می شود، تدحرجن جر شدن. دقت دادید؟ جر شد، جر می شود، جر شدن. پس کلمه تدحرج اگر تش بگیریم ما چی میماند؟ میماند که دحرج، دحرج. زیرا که ت را که گرفتیم دحرج میماند، 4 تا حرف. پس دحرج بابی چند است؟ رباعی مجرد. بابی 19. دحرج درس گذشته گرفتیم که غلطانید. ببینید جر کرد یا غلطانید. اما تدحرج چی؟ جر شید یا غلطید. ترجمه را دقت بدید به تاجیکی. در اینجا تدحرج را میگیم غلطید یا جر شید، در اینجا میگیم غلطانید یا جر کرد. غلطانید یا جر کرد، زیرا که لازم است و این چی است؟ متعدی است. متعدی به تاجیکی همین طور ترجمه کرده می شود. اکنون این است کلمه ما و شما یا باب 20، باب 1 رباعی مزید. اکنون میگه که ما از کجا بدانیم که تدحرج از باب 20 است؟ علامتش چی است؟ نشانش چی است؟ میگه نشانش همین است و علامته، یعنی نشانه این باب ان یکون ماضیه علی 5 احرف. میگه فعل ماضیش نگاه که 5 تا حرف دارد. دقت بدید، فعل ماضی دا میگه 5 تا حرف دارد. تا، فا 2 تا، عین 3 تا، دو لام قطعی 5 تا. 5 تا حرف دارد. همچنین در اینجا تا و دال، ح و ر و جیم 5 تا حرف. پس در فعل ماضی میگه 5 تا حرف است. دقت بدید چی میگه؟ میگه 5 تا حرف است و به زیادت تاء فی اوله، نه که در اولش یه ت زیادتی دارد. علامت گذاری کردیم. ببینید میگه در اولش یه ت زیادتی دارد، یعنی که این ت حرف زایده است و 4 حرفی باقی موندهش حرفای اصلی است. چطور گفتیم که دحرجه است اصلش. دحرجه را ما تدحرجه کردیم. برای چی کردیم؟ حالا صاحب کتاب بیان میکند. یعنی دحرجه فعل متعدی بود. چرا ما بابی 20 آوردیم؟ بابی 19 ما بابی 20 بردیم. صاحب کتاب بیان میکند. چی میگوید؟ میگوید که و بناؤه، نشانه باب 20، معذرت میخوام، ساختی باب 20 و بناؤه یعنی ساختی باب 20. باب 20 عرب برای چی ساختن؟ برای چی هست این باب 20؟ میگه بناش للمطاوعتی، برای مطاوعه هست. باب 20 برای چی بوده است؟ برای مطاوعه. مطاوعه ما و شما گرفته بودیم در درس‌های گذشته. قبول و اثر شیء، مفعول به میگیریم جای فاعل میاریم، فاعل میشود و فعل اثرش اون قبول کند. چطوری ما این را در باب 10، 11 و همچنین باب 14 این را گفتگی بودیم. یعنی سه باب گذشته ما و شما برای مطاوعه بود. اکنون این باب 4 است که برای چی است؟ برای مطاوعه هست. این باب 4 است که از 22 باب صرفی ما و شما یا از 20 تا امروزه درس ما و شما از 20 باب صرفی 4 تاشید که ما میخونیم برای چی است؟ برای مطاوعه است. یکمش باب انکسره، باب 10، دومش باب اجتماع، باب 11، سومش باب تباعده، باب 14 و چهارمش باب 20 که باب تدحرجه. برای چی بوده است این 4 تا؟ برای مطاوعه. مطاوعه نه قبول اثر شیء. اکنون از مثال واضح می شود کلمه مطاوعه یا این چی معنا دارد. ببینید میگیم که دقت بدید، میگیم دحرجتو، دحرجتو الحجره، دحرجتو الحجره. دقت بدید، دحرجتو الحجره فتدحرج الحجر.
فتدحرج الحجر. اینا دقت بتید کن. چی میگوید؟ میگوید که دحرجت الحجر فتدحرج الحجر. کلمه را دقت بتید. دحرجه از باب چنده؟ باب 19 رباعی مجرد باب 19 درس گذشته ما و شما. دحرجت الحجر، دحرجت یعنی جر کردم من، حجر سنگ را جر کردم من سنگ را، یعنی من جر کننده سنگ هستم، سنگ من تله دادم که جر شد. پس فتدحرج الحجر. اکنون در اینجا تدحرج باب امروزه باب 20 ما و شما است، رباعی مزید است به این ت حرف زیادتیش است. فتدحرج الحجر، پس جر شد سنگ. اکنون این حجر در اینجا ببین مفعول به بود، اینجا آوردیمش فاعل شد. دحرجت الحجر، سنگ من جر کردم. فتدحرج الحجر، سنگ خودش جر شد. دیدید؟ گفتیم برای مطاوعه هست. مطاوعه مفعول به را با حرف ای را مطاوعه میکنیم، با حرف این باب را، و مفعول به با جای فاعل میاد. مفعول به جای فاعل آمد، یعنی در اینجا من جر کردم سنگ را، در اینجا سنگ خودش جر شد. بعد این باب که میاره میگه که فتدحرج الحجر، یعنی سنگ جر شد. پس اگر رفتو که در یعنی که برای مثال بریم برای واضح شدن چیز کلمه، مثلا یک جایی ده میروید زیر یک کوه ده یگون سنگ جر میشود، کدام کسی را میزند میکشد. پس عرب تو را میپرسد سنگ را تو جر کردی؟ اگر تو بگوی که دحرج الحجر، دحرجه بگوی، اگر دحرج الحجر یعنی جر کرد سنگ را، پس معلوم میشه تو میدونسته که جر کننده کی است. یا میگوی که دحرجت الحجر، من جر کردم سنگ را، پس تو خود جر کننده سنگ هستی. خلاصه به باب اگر 19 قطعی گفتی تو میدونی که جر کننده سنگ هستی، اگر مجهولش نکرده باشی. دحرج الحجر نگفته باشی، یعنی جر کرده شد سنگ را نگفته باشی. اگر که دحرجه گفته باشی یعنی که تو فاعل رو میدانی، کی جر کردگی است، سبب قتل یک کس شد تو میدانی. لیکن اگر تو میخوای که بگوی او عربه که من نمیدانم جر کننده کی است، فقط سنگ آمد همین آدم از زد، پس چی میگوی؟ میگوی تدحرج الحجر، یعنی جر شد سنگ. با این باب 19 قطعی نمیگوی، با باب 20 قطعی میگوی که سنگ جر شد. نمیدونیم کی جرش کرده است، شاید خودش سنگ جر شد، شاید یگان کسی جرش کرد، نمیدونیمش. از این حساب چی میگیم؟ تدحرج الحجر، سنگ جر شد، سنگ خودش اومده است، نه که من با سنگ کاری ندارم. پس این باب چی است؟ باب 20 و یکم باب رباعی مزید که یک حرفی زیادتی داره، چطوری که شما دیدید. اکنون بعد از این اعراب رو بیان کرده هستیم که دحرج، دحرج آخرش که ساکن کی است؟ دحرج فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بتاء الفاعل، تای که است تای فاعل است، انجام دهنده جر کردن، من جرش کردم، برای خاطر تای فاعلش میگوین لتاء فاعل. و تا الفاعل پس میگیم ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الحجر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فتدحرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الحجر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. با همین با آخر رسید درس 20 ما و شما از یا باب 20 ما و شما از 22 باب صرفی. پس بیایید اکنون یک جا از این باب اشتقاق های 12 گانه را میگیریم. یا پیش از اشتقاق های 12 گانه را گرفتن یک چند مثال های دیگر هم بیاریم به خاطر فهمیدن مسئله. مثلا نگاه کنید، من میگویم که سلسله آهن آوازش که میبروید همون عرب میگه سلسله. سلسله با باب 19 قطعی بگویمش اگر یعنی کسی اون آهن را زد که آهن آواز براود. وقتی بگویم که تسلسله تسلسله بگویم آهن خودش آواز براود. دیدید؟
تسلسل الحدید، تسلسل الحدید یعنی که آواز برآورد آهن. ببینید سلسله باب 19 از ثلاثی مجرد است و تسلسل باب امروزه ما و شماست، باب 20 رباعی مزید یک ت حرف زیادتی دارد، ت حرف زیادتی دارد. دیدید؟ مثال دیگر درس گذشته ما و شما گرفتیم زلزله، زلزله. ببینید زلزله، زلزله جنبانید، جنبانید. زلزله معنیش چی است؟ جنبانید. اکنون من میخواهم این را بابی چی بیارم؟ باب 20 چی میگویم؟ میگویم که تزلزله. دقت بتید، تزلزله، تزلزله یعنی جنبید. اهمیت دادید؟ زلزله جنبانید، تزلزله جنبید. پس اینها ترجمه شد. مثال ها وسوسه، توسوسه و همچنین دیگر. وسوسه فعل لازم است، وسوسه شیطانو الذي يوسوس في صدور الناس، چطوری که درس گذشته مثال آورده بودیم. این برای مطوع که باشد، مطوع معلوم می شود که برای فعل متعدی را لازم گرداندن است. فعل متعدی بود مفعول به لازمش گرداندیم به این باب. همچنین سلسله فعل متعدی بود به این باب لازمش گرداندیم و زلزله فعل متعدی بود با تزلزله لازمش گرداندیم. چطور گفتیم که همه باب های مطوع، یعنی هر باب رو بگیم برای مطوع است بدونید لازم است. ای باب یعنی که مطوعش که کردیم دیگر چی نمی شود؟ متعدی نمی شود. برای خاطر میگن که مطوع همش لازم است، لیکن هر لازم هم مطوع گفتن نمیتونیم. گفتن یک قاعده در کتاب ها وجود دارد. بیاید اکنون یک جا ما و شما اشتقاق های 12 گانه را میگیریم، میبینیم که اشتقاق های 12 گانه چطور میشود. فعل ماضی باب 20 باب ثلاثی مزید به یک حرف، باب چی است؟ تدحرج. دقت بتید، تدحرج، تدحرج. تدحرج یعنی که غلطید یا جرشید، غلطید یا جرشید. تدحرج فعل ماضی است، 14 صیغه دارد، یگان تغییرات در این نیست. تدحرج، 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 تدحرجنا، تدحرج، تدحرج، متدحرج، تدحرج، 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 تدحرج. 14 صیغه معلوم با مجهولش کنید. تو دحرج، تو دحرج، تو دحرج. تو دحرج معناش یعنی جر کرده شد. فعل لازم که هست برای این، برای چی است؟ برای تعلیم است. اصلا فعل لازم است، فعل لازم مجهول نمیشد مگر با حرف جر. خلاصه شما بنویسید که تو دحرج، تو دحرج. تو دحرج فعل مجهولش است. پس 14 صیغه مجهول رو بگید. تو دحرج، تو دحرج، تو دحرج، تو دحرج، تو دحرج، تو دحرج، نه تا آخرش 14 صیغهش. بعد از این فعل چی است؟ فعل مضارع است. یتدحرج. دقت بتید، یتدحرج، 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 یتدحرج یعنی جر می شود. یتدحرج 14 صیغه معلوم دارد. یتدحرج، یتدحرجون، یتدحرجون، تتدحرج، تتدحرجون، یتدحرجن، تتدحرج، تتدحرجون، تتدحرجون، تتدحرجین، تتدحرجون، تتدحرجون، اتدحرج، نتدحرج. 14 صیغه معلومش. اکنون مجهولش میکنیم یتدحرج، یتدحرج. فقط یا را ضمه میکنیم خلاص، و مقابل آخر فتح کی است تغییرش نمیدیم. یتدحرج، 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 یتدحرجون تا آخر 14 صیغه مجهولش همچنین نوشته کنید. بعد از این اسم فاعل است که چی میشود؟ متدحرجون، متدحرجون. متدحرجون معنیش چی است؟ یک جر کننده، یک کسی جر کننده. ببینید متدحرجون 6 صیغه دارد. متدحرج، متدحرجون، متدحرجون، متدحرجتون، متدحرجتان، متدحرجاتون. 6 صیغه. و اسم مفعولش چی میشود؟ متدحرجون. با همون متدحرجون. پیشتر گفتم فعلای لازم اسم مفعول ندارد مگر باشد، اما ما برای تعلیم اسم مفعول رو میگیریم زیرا که اسم زمان و مکان میآید. متدحرجون همچنین 6 صیغه دارد، شما خودتان بگویید. فعل جهدش چی میشود؟
لم یتدحرج. لم یتدحرج. لم یتدحرج یعنی جر نشد. و 14 صیغه معلوم و 14 صیغه مجهول دارد. شما خودتون بگویید. بعد از این فعل نفی است که لا یتدحرج. یتدحرج. لا یتدحرج معناش جر نمی شود. لا یتدحرج جر نمی شود در زمان آینده. فعل امرش چی است؟ فعل امرش تدحرج. تدحرج. تدحرج یعنی جر شو. تدحرج جر شو یا بغلطان. تدحرج و 6 صیغه دارد. تدحرج، تدحرج، تدحرجو، تدحرجی، تدحرجا، تدحرجنا بگوید. و فعل نفی هم 14 صیغه معلوم و مجهول دارد. فعل نهی چی؟ لا تتدحرج. تتدحرج. لا تتدحرج معناش چی است؟ جر نکن. نهی است. باز می‌داره میگه نکن. لا تتدحرج فعل معلومش 8 صیغه دارد. لا تتدحرج، لا تتدحرجا، لا تتدحرجو، لا تتدحرجی، لا تتدحرجا، لا تتدحرجنا، لا اتدحرج، لا نتدحرج. این در اولش که دو تا ت میشه کمتر صعب است. حالا کتاب بعدی رو میخونیم که یک تشه میشه از بین ببری. این راهیخچه داره. کتاب بعدی ان شاء الله میخونیمش. پس اسم فعل نهی 8 صیغه معلومش رو گفتم و 14 صیغه مجهولش رو شما خودتون نوشته کنید که چطور میشود. بعد از این اسم زمان، اسم مکان و مثل اسم مفعول هست. متدحرجون که گفتیم این اسم مشترک است بین اسم فاعل، اسم زمان، اسم مفعول، معذرت میخوام، اسم مفعول و اسم زمان، اسم مکان و مصدر میمی. برای وزن میاد که متدحرجون. و اسم آلت از این باب نمی آید و اسم تفضیل همچنین از این باب نمی آید. زیرا گفتیم اسم آلت و اسم تفضیل خاصی ثلاثی مجرد هستند. اکنون این بابها که حرفاش زیاد هستند در زبان عربی خیلی کم است. مثلا باب 16 و 17 و 18 در زبان عربی کم یافته می شود. شاید بعضی کتابا رو میخونید در یک صفحه و دو صفحه باب 16 و 17 و 18 رو یافته نتونی یا یک کلمه دو کلمه بیاید. لیکن بابهایی که از ثلاثی مجرد است خیلی در زبان عربی زیاد است. یا ثلاثی مزید به یک حرف و دو حرف باشد خیلی زیاد است. اما 16 و 17 و 18 خیلی در زبان عربی در کتابو هم در استعمال هم خیلی کم است. همچنین باب 20 21 22 21 کمی هست. اما 21 و 22 رو که درس آینده میگیریم خیلی در زبان عربی کم استفادهش میکنن. چرا؟ زیرا که حرفش زیادی بد است. عرب کلمه را که حرفش زیاد باشد کم استفاده میبرد. کوشش میکنن کلمه‌ای که حرفش کم هستن اون را استفاده برن که این رو ثقل میگن، وزمینی. چطور پیشتر گفتیم که این تا لا تتدحرج دو تا ت صعب است. عرب برای آسانی یا ت را از بین میبرد میگه لا تدحرج یعنی یک تیره میبرد. این بعد در کتاب بعدی میخونیم که کدام بابها را یک تیشه در فعل مضارع مخاطب از بین بردنش جایز است. این انشاءالله در کتاب صرف میر یا در کتاب تصریف عزی انشاءالله با تفصیل در این موضوع خواهیم خواند. پس این هست درس امروزه ما و شما، درس 20 باب 20 از 22 باب صرفی و باب 1 از ثلاثی از رباعی مزید به یک حرف. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و سربلند باشید و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آوردید و الله سبحانه و تعالی همه اینها رو برای ما و شما آسان بگرداند برای فهمیدن و حفظ کردن. و مقصد اصلی ما و شما دانستن قرآن و سنت و دانستن شناختن حق از باطل است که حق چی است و باطل چی است، که این رو ما میتونیم با درست فهمیدن زبان عربی، با دانستن این چیزی که در زبان عربی، آلاتی که در زبان عربی گذاشتگی هستند برای درست فهمیدن، پس ما میتونیم که درست حق چی است بفهمیم که حق با عربی نازل شدگی است. قرآن و سنت اصلی، منبع اصلی که شناختن حق است. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.